من یک بار میفهمم یک بار دیگه شما می‌فهمید شدن تکرار همه دوست که اهمیت کرد معلش مثال نسبتا کی مثال رقمی چند سر کنیم مثال رقمی چند بود 44 مثال رقمی 44 بچه ها منم عینیت اثبات کنید می‌خوایم سینوسی الفا جمع سینوسی بتا سینوسی گاما برابر به چیز 4 و شرطی که اگر الفا جمع بتا جمع گاما برابر چه باشد پی 180 گرادوس باشد فهمیدیم نه اگه برای اثبات این چه خیلی میکنیم اول ما سینوسی الفا یا سینوسی بتا رو جمع میکنیم فرموله جمع کردیم فرموله سینوسی الفا پلوس سینوسی بتا بود کو انا ممکنه جمع کنیم به 3 برابر میشه 2 سینوسی الفا جمع بتا تقسیم 2 کوسینوسی 3 الفا طرحی بتا تقسیم 2 معقول می جمع این سینوسی گاما مویا به این شکل هستیم تا نیم کنم سینوسی گاما برابری سینوسی 2 گاما تقسیم 2 هم خیلی یعنی سینوسی 2 الفا سینوسی 2 چیزه الفا فرموله سینوسی 2 الفا استفاده داریم فرموله کنجی دو چنده یا سینوسی 2 الفا ما فرموله سه برابر بود 2 سینوسی الفا نهایتا جای الفا نیستی های کوسینوسی الفا تقسیم 2 معقولا این چیز انا به این خیلی میکنیم اگر از انا این شرطی مسئله استفاده برده الفا پیروسی بتا یاویم اگر الفا پیروسی بتا ما به چی برابر میشه الفا پیروسی بتا برابری پی طرحی گاما میشه این گاما این طرف مزرده پی طرحی چه میشه گاما همین خیلی جای الفا پیروسی بتا به پی طرحی گاما مونیم اگر پی طرحی گاما تقسیم 2 این خیلی شکل میشه فهمیدن پی تقسیم 2 مینوسی گاما تقسیم 2 فهمید اینش خودش نوشته ماندیم کوسینوس الفا مینوس بتا تقسیم 2 خودش نوشته ماندیم این فرموله هم خودش نوشته ماندیم من اگه دوامش چون کنیم موافق فرموله موافق آوری اینه تماشا کنیم سینوسی پی تقسیم 2 مینوسی گاما تقسیم 2 تام و کوسینوسی گاما تقسیم 2 چه میشه برابر میشه درست می انا این فرموله دوم باشه اینا کوسینوسی الفا مینوس بتا تقسیم 2 یا کوسینوسی الفا مینوس بتا تقسیم 2 این خیلی میشه ده کوسینوسی الفا تقسیم 2 مینوسی چیزه بتا تقسیم 2 فهمید کوسینوسی الفا طرحی بتا فرموله بود کو انا چیز استفاده می‌بریم کوسینوسی الفا کوسینوسی بتا مینوس باشد جمع شدن جمع سینوسی الفا سینوسی 3 بتا اینجا نگاه کنید نه بسم الله کوسینوسی الفا تقسیم 2 کوسینوسی بتا تقسیم 2 جمع سینوسی الفا تقسیم 2 سینوسی بتا تقسیم 2 دوام مثال خودش نوشتیم یک بار دیگر برابری انا کو خاص به ضرب کردیم اگر 2 کوسینوسی الفا تقسیم 2 کوسینوسی بتا تقسیم 2 کوسینوسی گاما تقسیم 2 جمع 2 سینوسی الفا تقسیم 2 سینوسی بتا تقسیم 2 کوسینوسی گاما تقسیم 2 میشه فهمید جمع دوام مثال خودش آمد ما الان این اعضای یکم خودش نوشته میمونیم یعنی خودش اینجا بنویسته موندیم تا اینجا هم بفهمم احد این استرال که بنت خواهم دوتا بنی اعضاها احد این اعضا بچه ها ضرب شونده عمومی کوسینوسی گاما تقسیم 2 کوسینوسی گاما تقسیم 2 از خاص برابری چیزی موند سینوسی بتا تقسیم 2 سینوسی الفا تقسیم 2 موند همه خیلی میره پیروز این اعضا سینوسی گاما تقسیم 2 موند معقول می دوامش نوشته اندیم اکنون نوبت ایان رسید که جای گاما به چه مونیم پی طرحی الفا پلوسی بتا اگر جای گاما به پی طرحی الفا پلوسی بتا مونیم اگر من تماشا کنیم سینوسی پی طرحی الفا پلوسی بتا تقسیم 2 این برابر میشه و سینوسی پی تقسیم 2 طرحی الفا پلوسی بتا تقسیم 2 فهمید برابری کوس موافق فرموله موافق آوری این کوسینوس الفا پلوس بتا تقسیم 2 برابر میشه
فهمیدیم اینه؟ همون به جایی سینوس گاما تقسیم 2 و ما موندیم کوسینوس چیزه؟ الفا پلوس بتا تقسیم 2. فهمون همین چیز؟ اکنون دوامش باز این یکم اعضای خودش نوشته موندیم جمعی 2 کوسینوس گاما تقسیم 2 انا اینا کوسینوس الفا پلوس بتا تقسیم 2 یا فرمولایی بچه ها کوسینوسی الفا تقسیم 2 جمعی بتا تقسیم 2 یادتون بیارید که کوسینوسی الفا جمعی بتا که چوی میگه چه میشه؟ مانا کوسینوسی الفا کوسینوسی بتا جای الفا تقسیم 2 جای بتا تقسیم 2 طرحی سینوسی الفا سینوسی بتا شدن جای الفا تقسیم 2 شده جای مثالی مونده تمام کنید انا این سینوسی بتا تقسیم 2 سینوسی الفا تقسیم 2 کتی این سینوس الفا تقسیم 2 سینوس بتا تقسیم 2 علامتاشون مقابل کو پلوس و مینوس اصلاح شده و رفتن ما در قصر این چیز کوسینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس بتا تقسیم 2 آفرین این چیز ضرب شود این پیشنگی باید چه میشه 2 کوسینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس بتا تقسیم 2 کوسینوس گاما تقسیم 2 همخمی جمعی با یک دیگه همین چیز هر دوش جمع شود 4 کوسینوس الفا تقسیم 2 کوسینوس بتا تقسیم 2 کوسینوس میشه گاما تقسیم 2 اگر خلاصه کنیم اثبات این عینیت ما چیزهای استفاده بردیم بچه‌ها کدام فرمول استفاده بردیم یکم بیتون آیت چه دیدیم یکم فرمول جمع سینوس الفا جمع سینوس بتا اینو ما گذاشته کو درست می بعد فرمول سینوس کنجی دوچنده سینوسی چیه؟ کنجی دوچنده را اینجا استفاده بردیم دویم چیز با کدام فرمول استفاده بردیم بچه‌ها بعد ما فرمول های موافق داره 2 بار استفاده بردیم یک بار جای الفا پلوس بتا به موندیم پی مینوس گاما موندیم یک بار دیگر جای گاما خودش به پی مینوس الفا پلوس بتا موندیم 2 بار فرمول موافق آوری استفاده بردیم بغیر از این با 2 تا دیگه فرمول استفاده بردیم کوسینوسی الفا طرحی بتا و کوسینوسی چیزه الفا جمعی بتا عموما چند تا فرمول استفاده بردیم فرم جمع سینوس 2 تا سینوس ها فرم سینوسی کنجی دوچنده فرموله های موافق آوری فرموله های کوسینوسی فرق و کوسینوسی چیزه سوم 5 تا فرمول استفاده بردیم تا که عینیت چیزه کنیم اثبات کنیم همین که عینیت ما اثبات شد هم با فهم